پاکستانی آزاد ما امید دل و حال شاد ما. مفتونه که لکنت مادرزادی دارد بعد چند مشغولیت در مرکز گفتار درمانی یا لگاپدی در ولایت سوخت کلمه ها را تا جای برا تلفظ میکند. او از شاگردان پیشرفته این مرکز است. من گویم بعد من تکرار میکردم خودش گفته نمیتونست. کلمه های من ما مثال گم میزنیم و خیلی جمله بندی که جمع کرده حرف های گفته نمیتونست. روز از روز بهتر شده استاده است. شعر گفته نمیتونست. من اینجا آمدن است شعر میگوید حرف های میشناسد یک کله بهتری های من ندارم. این مرکز با تشبث تشکیلات جمعیتی نطق برا تأسیس یافته است و این در حدود ولایت سوخت در نوع خود از نخستین مؤسسه هاست. در اینجا کودکانی را که لکنت زبان دارند در گپزنی از همسالانشان قفا مانده اند طبابت میکنند. متخصصان این مرکز میگویند در ولایت سوخت تعداد اطفال زبانشان نقصدار سال تا سال می افزاید. بنابراین نیاز به تأسیس چنین مرکزها طلبات زمان است. با این مرکز با وجود نو تأسیس یافتنش ده ها کودک از 2 تا 9 ساله که نقص زبان دارند قبول شدند. برای این ما از زون‌های لگاپدی استفاده می‌بریم که این هر یک زون برای تلفظ آواز بسیار هم یاردمی کلامی خود را می‌رساند. کنی مویدین جان به من می‌گوید چی؟ که زبان بالا می‌برداریم. ش ش پدر و مادر محمد شریف 9 ساله امیدوارند نخست فرزندشان زبان برا میبرارد. محمد شریف حالا در تلفظ حرفها و گپ زدن دشواری میکشد. لکنت او مادرزادی است. طبیبان میگویند مادرش در زمان حامله‌داری احتمال فشار روانی دیده باشد که به کودک تاثیر کرده است. تو سینی 2 سالگیشه نه آنقدر نغز گپ زده میتونست، فکر خودشان بیان کرده نمیتونست. کپای برو گپ نمیزه. لیکن به تو همون ممنون جاها مؤسسه ها مراجعت کردیم رفت و بعد گفت اپایا شده استادیم ایکد استادیم واسه تیپ نطقرانیش و ایرانیش نقصتر شده. مربیه‌های مرکز لگاپدی میگویند با مشاهده آنها تعداد کودکانی که با آسیب مغز سر به دنیا میآیند و آن به زبانشان تاثیر گذاشته است در میان میزاجان آنها زیاد است. وقتی که تولدخانه ها میشن مانند دیگه دولت ها مثلا دیگه دولت هایی که ما از تلویزیون ولایت های دیگه جا تلویزیون ها میبینیم پیش از تولد یک شخص آنها یاد میدیم مثلا چگونه نگاه کردنی کودک چگونه وقتی که برداشتن حامله چی ممکن است به مادر چی ممکن نیست. در همین تولدخانه ها یا اینکه وقتی که اوچاد به هر یک کس میستن ما همین رو فهمونده داده نمیتونه و فهمونده نمیتونه. از نگاه طبیبان انکشاف نیافتن جنین در بطن مادر، آسیب دیدن مغز سر طفل هنگام تولد، نکاح خیشوتباری و گرفتاری بیماری سرایت کننده شدن مادر هنگام حاملگی سبب‌های عمده نقص و لکنت‌دار شدن نطق کودک است. مادران به همیشه توصیه میکنم که خود را در اویلا خرخشه ها میشد خود را خودداری کنند برای آینده فرزند خود. مادرانی حامله دار که فرزند سالم رو میخواهند به دنیا آورند باید عصبی خود را نگاه دارند. این رسمی چی است؟ مرکز گفتار درمانی خوجند برای 80 کودک پیش بینی شده است. ارزش یک ماه بوده باشد طبابت برای یک کودک 260 سومانی است. در این مرکز 12 نفر از جمله 3 متخصص اصلاح نطق، عصب شناس و روانشناس همراه بچه ها کار میکنند. شادمان یتیم، معصومی محمد رجب، آزادی خوجند.